علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما توحید ربوبیت این است که افراد الله تعالی بافعاله، فرد و یکتا دونستن الله عز و جل در فعلهایش. به این معنی که یک نفر که به توحید ربوبیت ایمان می آورد اعتقاد جازم و محکم داشته باشد به اینکه الله عز و جل پروردگار همه چیز است و الله عز و جل ذاتی است که مالک و خالق و رازق همه چیز است، هیچ شریک و هیچ ند و همتای برای الله عز و جل نیست و الله عز و جل ذات حی و قیوم است، منزه است از تمام عیب و نقص و عاجزی و همه امورها به دست الله عز و جل است. متصرف در این کائنات به دست الله عز و جل است، یعنی و الله عز و جل است که متصرف است در این کائنات و قادر به همه چیز است. و همچنین توحید ربوبیت به این که یک نفر ایمان داشته باشد به قضای الله عز و جل و قدر الله عز و جل، و این میگن توحید ربوبیت. و دلیلش چون که الله عز و جل میفرماید که الحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش فقط تنها به پروردگار عالمیان. پس الله عز و جل رب تمام عالمیان است، عالم انسان، عالم انس، عالم جن، عالم حیوانات و تمام عالمی که هست ربش الله عز و جل است، پروردگارش الله عز و جل است، خالق و رازق و مالکش الله عز و جل است. پس اینا میگن توحید ربوبیت. و این قسم توحید حتی مشرکین قریش هم قبول داشتن. مشرکین زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توحید ربوبیت قبول داشتن، چون که الله عز و جل میفرماد که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر سوال بکنی زمین مشرکین که چه کسی آسمان ها و زمین خلق کرده است، اونها فوراً جواب میدن که الله عز و جل است. و در جای دیگر الله عز و جل میفرماید که قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مشرکین بگو چه کسی شما را رزق میدهد از آسمان و زمین، چه کسی مالک شنوایی و بینایی است، چه کسی خارج میکند زنده را از مرده و مرده را از زنده، چه کسی است و چه کسی امورها را تدبیر میکند، چاره‌جویی میکند. اونها فوراً جواب میدن که فسیقولون الله، فوراً جواب میدن که الله عز و جل است. پس الله عز و جل رسول صلی الله علیه و سلم را امر میکرد که بگو که فقل افلا تتقون، پس بگو که آیا شما الله عز و جل نمیترسید؟ آیا تقوا نمیکنید؟ الله عز و جل نمیترسید که پس قبول دارید که خالق و رازق و مالک و تدبیر کننده تمام امورها الله عز و جل هست، پس چرا غیر الله را عبادت میکنید؟ پس این قسم توحید قبول داشتن، زیرا که انسانیت خلق شدگی است به فطرت توحیدی، چون که در حدیث ذکر میشد کل مولود یولد علی الفطره، کل مولود یولد علی الفطره، یعنی هر فرزندی که تولد میشود به عقیده فطرتی توحیدی تولد میشود. فابواه یهودانه او نصرانه او یمجسانه، پس پدر و مادر او هستند که یهودی میکنن یا اینکه نصرانی میکنن یا اینکه مجوسی میکنن. پس اکثر انسانیت این توحید قبول دارد الا مگر دهری ها، الا مگر کمونیستا، الا مگر اتئیستا که اینها توحید ربوبیت قبول ندارن، چون که اونها منکری الله عز و جل است، اونها به هیچ کس که باور ندارن. از این خاطر یک قسم انسان ها در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن دهری ها، و در این زمان اتئیستا و کمونیستا هستند که انکار میکنن وجود الله عز و جل. و الا غالبا تمام ملت انسانیت ای توحید قبول دارد که الله رازق است، الله مالک است، الله پیدا کننده و خلق کننده تمام این همه عالمیان است. بارك الله فيكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.